گرامی، سروران عزیز، بزرگواران، جوانان و نوجوانان ارجمند، خواهران و مادرانی که وسیلتاً آواز مرا میشنوند و برادران و دوستانی که از طریق صفحات ما را دنبال میکنند، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خیلی هم خوشحال هستم که بار دیگر در خدمت شما سروران و مخلصان و محبان دین قرار گرفتم. الله را با این من و فضل و احسانش سپاسگزار و شکرگزار هستم. برای شکرانگی این نعمت که رب العزت و الجلال توفیق به من شما داد تا از راه‌های بسیار دور، بسیار عزیزای ما از راه‌های بسیار دوری تشریف آوردن، امیدوار هستیم که رب العزت و الجلال به هر قدمشان اجر و پاداش بزرگ نصیبشان بگرداند و برای شکرانگیش یک بار با آواز بلند میگیم الحمدلله. جوانان من، عزیزانی که تشنه هستیم، تشنه دین، موضوعی که این هفته در نظر دارم مربوط کل ما و شما میشه. در این آغاز میگویم که الله رب العزت و الجلال به ما و شما توفیق هدایت نصیب بگرداند و امروز قسم ما را از این مسجد و خانه خودش بیرون بگرداند که ما را پاک از گناه کرده باشد. موضوعی که خدمت شما عزیزان دارم مثل یوسف باش. وقتی این جمله را شنیدی چه احساس برات پیدا میشه؟ وقتی میشنوی مثل یوسف باش، اولین کلمه‌ای که در ذهن تو پیدا میشود پاک بودن است. چی است؟ پاک بودن. وقتی میگیم مثل یوسف باش، جوان در ذهنش خطور میکنه که طاهر و پاک باش. چه زیبا هست که امروز جوانان من که اینجا جمع شدن و جوانانی که بعداً آواز مرا میشنوند و جوانانی که الان لایف ما را در دیگر شهرها و کشورها میبینند، چه زیبا هست که امروز هم رکاب یوسف صدیق قرار بگیریم. فرق نمی کند چقدر مسیر را رفتیم، فرق نمی کند چقدر گناه کردیم، فرق نمی کند چقدر نافرمانی شده، فرق نمی کند برف بام ما چه اندازه زیاد شده است. آنچه مهم هست فقط از خدا بخواه که خدایا مرا پاک بگردان. انشاءالله اگر تو از ته دل این خواسته را از الله کردی و از لابلای این صحبت، از لابلای این قصه ها حصه خواهد یافتی و خواهد دانستی که اگر کس تکیه خود را به الله بکند، اگر کس از رب العزت و الجلال کمک طلب بکند، اگر کس را خدا به دوستی و محبت انتخاب بکند، محال است که به اون اجازه بدهد که گناه بکند. یکی از نشانه های محبت الله یادت نرود. این جمله خیلی جالب هست و زیباست و با ارزش است. یکی از نشانه های محبت الله این است به بنده که وقتی الله به یک بنده محبت می کند، وقتی الله بنده را به بندگی خودش ثبت و راجستر می کند، وقتی به معنای واقعی یک بنده عبد الله می شود، یکی از نشانه هایش این است که الله رب العزت و الجلال اجازه گناه را به اون بنده نمی دهد. اجازه گناه را به اون بنده نمی دهد. حالا که ما گناه می کنیم، پس معلوم است که تا هنوز خوب بنده نشدیم.
ولی جای ناامیدی نیست. می توانی همین الان یوسف بشوی، یوسف زمان، همین الان تو یوسف شوی و رب العزت و الجلال اون خالقی که یوسف را به اون مقام و عزت و مجد و وقار و بزرگی رسان هنوز زنده هست. فقط نامش را با اخلاص یک بار با آواز بلند بگو الله. نشد، با آواز بلند الله. حالا درست شد. این چقدر نام شیرین است. پس عزیزان من میرویم به سمت این داستان، به این قصه ای که واقعا انسان بسیار افسوس میخورد به گذشته خودش. وقتی این را از صمیم قلب، این را با گوش دل میشنوی، خیلی افسوس میخوری، خیلی پریشان و پشیمان میشوی که چقدر به الله پشت کردیم ما، چقدر به الله نافرمانی کردیم ما، چقدر تیشه بر ریشه خود زدیم ما. یوسف هنوز بچه خردسال است. مثل یوسف باش. این جمله را تا آخر تکرار میکنم. بچه خردسال است، شب از شبها خواب میبیند. من کل این داستان را نمیتوانم بیان کنم چون زمان زیاد کار دارد. من فقط پیام‌های این داستان‌ها را به شما میرسانم. پیام‌های چند تا قصه‌ای که پای هم کوتاه میکنم، پیامش را به تو میرسانم و در آخر قضاوت به دست خودت، که آیا میخواهی در صف نیکان قرار بگیری؟ آیا میخواهی پاک شوی؟ آیا میخواهی عزت دنیا و شرف آخرت پیدا کنی؟ آیا میخواهی رضای الله رب العزت و الجلال برای تو داده شود؟ آیا میخواهی که شفاعت رسول محبوب صلی الله علیه و سلم نصیب تو شود؟ آیا میخواهی در کنار جریر ابن عبدالله و یوسف قرار بگیری؟ این دیگر مربوط خودت میشود. اگر خواستی بسم الله بکن، اگر خواستی ناوقت نشده، هنوز وقت است. اگر خواستی هنوز در آغازی، هنوز میتونی بهتر و بهتر بشوی. یوسف از خواب بلند میشود. خواب خیلی زیبایی دیده است، خواب قشنگی دیده است. در لبان یوسف خنده نقش بسته کرده. حرکت میکند به سمت پدر که برود این قصه را و این خوابی که دیده به پدر بازگو کند. پدر هم از قضا به سوی یوسف در حرکت است. هر دو با هم یک جا روبرو میشوند. حضرت یعقوب نبی به فرزند خود یوسف نگاه میکند، میبیند که چهره یوسف بشاش، خوشحال، سرحال است. پرسان میکنه فرزندم خیلی امروز خوش به نظر میایی. میگه پدر جان خوابی دیدم. پدر جان خوابی دیدم. چه خواب دیدی پسرم؟ محبت پدر به این پسر پدر دوست، اون پدر فرزند دوست. این پیام دارد این قصه. پس عزیز من، پدر میپرسد از یوسف چه خواب دیدی؟ یوسف میگه پدر جان خواب دیدم 11 ستاره، آفتاب و مهتاب در خواب به من سجده کردن. وقتی این کلام از زبان یوسف کنده می شود، پدر احساس می کند جایگاه ویژه یوسف را، درک می کند جایگاه ویژه یوسف را که این یوسف کسی است که در آینده از جایگاه بسیار رفیع برخوردار می شود. و پسرش می گوید پسرم این خواب را به کس دیگر بازگو نکن. این خواب را به کس دیگر بازگو نکن، حتی به برادران خودت، چون قانون امین است. عزیز من، اگر در دنیا خدا نعمت به تو داد، اگر نعمت داد که دیگران ندارن، اگر لطف در حق تو کرد که مردم تشنه اون لطف است، تلاش کن کتمانش بکنی. رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید فإن كل ذی نعمت محسود. هر کی را خدا نعمت داده، هر کی را خدا رفعت داده، هر کی را خدا محبت داده، دیگران به او خیلی حسادت میکنند، دیگران خیلی به او طعن میزنند، دیگران خیلی به اون تیشه میزنند. درخت هر چقدر وزنش گرانتر شود از میوه سنگ بیشتری میخورد.
عزیز من اگر در صفحات میبینی به یک عالم توهین شده، بدانی که اونهایی به این عالم توهین کردن، به این دعوتگر توهین کردن، که خدا به این نعمت داده که اونها ندارن. خدا به این نعمت داره که اونها ندادن، ولی اونها با حسد خودشان آسوده نمیخوابند. حسد آتش است که فقط خود حاسد را میسوزاند، نه دیگری را. خوب توجه بکن. گفت حتی به برادرانت این داستان را قصه نکنی. به خاطر چی؟ به خاطر که شیطان دشمن آشکار انسان است. مثل یوسف باش. از این قصه کوتاه مثل یوسف باش. اون چی هست؟ چگونه مثل یوسف باشم در این قصه؟ عزیز من، جوان با درک، جوان زیرک، جوان باهوش، جوان با عقل فکر میکند و میاندیشد که بهترین دوست زندگی خودش، بهترین رفیق در زندگی خودش، بهترین همراز، بهترین مشاور در زندگی خودش کی هست؟ پس از یوسف باید آموخت. مثل یوسف باش. بدان عزیز من، بهترین رفیق تو در زندگی تو پدرت هست. مثل یوسف باش. یوسف دانیست که پدر بهترین رفیقش، بهترین همدمش، بهترین مونسش، بهترین مشاورش، بهترین مهربانش، بهترین رفیق در تمام شؤون زندگیش فقط و فقط پدر هست. مثل یوسف باش. پدر را رفیق خود قرار بده. چون اگر رشد کردی، پدر حسادت نمی کند. اگر نبوغ کردی، اگر به مقام رسیدی، پدر بخیلی نمی کند. اگر هرچه بیشتر و بیشتر گام‌های مثبت به طرف ترقی و تعالی گذاشتی، فقط کسی که به لبانش خنده نقش می‌بندد پدر است. مثل یوسف باش. حتی بهترین دوستت، نزدیکترین دوستت، نزدیکترین رفیقت که همیشه به تو میگوید چپ از ناموس همه چیز را فدای تو میکنم، باورش نکن. همه چیز خود را به اون نگو. همه پیشرفت‌های خود را به اون نگو. چون این دوست تو هم روز از این نعمت‌هایی که خدا به تو داده چشم حسادت به تو میکنه. هر چقدر دوست تو بالاتر بشود، از برادر تو بالاتر نمی شود. از برادر با تو مهربانتر نمی شود. شما دیدین بسیار برادران رو که برادران رو کشتن، میراثش را خوردن، دسیسه ها چیدن، تلاش کردن که در هر میدان برادرش خود را پایین بیاورن تا خودشان بروند بالا. ولی فقط یک کس است که خیلی زیاد دوست دارد تو از این بیشتر رشد بکنی. اون کی است؟ پدر. در عالم بالا الله رب العزت و الجلال، در مخلوقات پدر. هرچه بیشتر رشد کنی پدر خوشحالتر می شود. هیچ وقت با تو حسادت نمی کند. مثل یوسف زیرک باش. یوسف بهترین مشاور و مهربانترین رفیق خود، پدر خود را انتخاب کرد. دانست که پدر نقشه نمی گیرد. دانست که پدر از رشد یوسف خفه نمی شود. دانست که پدر وقتی این قصه را به اون بگویم به من مشوره نیک می دهد. امروز متاسفانه امروز جوان از پدر خود قطع ارتباط کرده. وقتی پدر می آید داخل خانه، پسر می رود بیرون. وقتی پسر می آید، پدر می رود به خانه دیگر. سر یک دسترخوان پدر به پسر نگاه نمی کند، پسر به پدر نگاه نمی کند. در حالی که اگر پدر تو رفیق تو نشد، اگر پدر تو با تو محبت نکرد، اگر تو با پدرت محبت نکردی، عزیز من این را بدانی که در دنیا رفیق دیگری نداری. اگر پدر تو رفیق تو نبود، بدانی که در دنیا رفیق دیگر نداری. چون بالاترین رفیق در زندگی پدر هست. شاید آواز من پدرم بشنوه. بالاترین رفیق زندگی من پدرم هست. من هیچ چیز از پدر خود کتمان نمی کنم. تمام مشوره های زندگی رو با پدر خودم می کنم. ولی قسم مشوره می دهد که تمام ناامیده ها تبدیل به امید می شود. تمام خزان ها تبدیل به بهار می شود. عزیز من، از پدر خود نبر. با پدر خود محبت کن. اگر رفاقت با پدر کردی، می توانی دست پدر از قمار بگیری.
اگر رفاقت با پدر کردی میتوانی به پدرت به گوشش بگویی پدر جان نماز فرض خداست، او با تو خشم نمیگیره. اگر رفاقت با پدر کردی میتوانی پدر جان زنا حرام است، شراب حرام است. امروز چقدر شکایت از پدر، چقدر شکایت پدر از پسر. مشکل در کجاست؟ مشکل در این است که تا هنوز جوان رفیق زندگی خود را نشناخته، دوست زندگی خود را نشناخته، در حالی که بهترین دوست برای انسان پدر هست. پدر برایش گفت پسرم حتی این خواب را به برادران خود هم نگویی، ولی این خواب درس کرد و رخ نکرد این سخن به برادران رسید. این خواب درس کرد و رخ نکرد این خواب به برادران رسید. برادرانی که دیدن یوسف جایگاه خیلی بلنده به پیش پدر خود دارد. یعقوب نبی همه فرزندان خود را دوست داشت، اما محبت یوسف در اختیار یعقوب نبی نبود، چون نبی بود، پیامبر بود. شاید در عالم ارواح محبت را الله در بین این دوتا قرار داده بود که در اختیار یعقوب نبود. حضرت یعقوب نبی به یوسف بسیار محبت داشت، خیلی زیاد یوسف را دوست داشت. وقتی این خواب رخ نکرد به برادران از این خواب اطلاع پیدا کردن، دیگر خشم کینه، خشم حسادت در بدنشان رشد کرد. اونها تصمیم گرفتن که باید دسیسه بچینن، تصمیم گرفتن که باید کار بکنن که مبادا پدر کاملا فرزندان خود را ترک کند و مصروف یوسف بشود، در حالی که اشتباه کردن به تصمیم خودشان. نباید تصمیم را به عجله گرفت، نباید در موقعیتی که قرار نداری قضاوت بکنی. امروز متاسفانه آنقدر ما سریع قضاوت میکنیم، آنقدر سریع قضاوت میکنیم، ولی بعداً پشیمان میشویم که سود ندارد. در جایگاه کسی که قرار نداری قضاوت نکن. این برادران تصمیم گرفتن، برادران یوسف بودن، اما عزیز من وقت شیطان برگ و ریشه کسی جا گرفت، باز کار نیک معنا ندارد پیش اون انسان. شما میبینید کسانی را که مثل مگس عادت دارن، بعضی ها مثل زنبور عسلن، بعضی ها مثل مگسن. مگس عادتش همیست هر جای گندگی هست میرود بالای گندگی مینشیند، ولی اونهایی که مثل شما مثل زنبور عسل هستین، هر جایی که گل است اونجا رفته مینشینین. بگوین یک بار الله اکبر. بعضی ها مثل مگس عادت دارن، تلاش میکنن جای گندگی پیدا بکنن، دنبال این میگردن که کسی را رسوا بکنن، دنبال این میگردن که تهمت بزنن، دنبال این میگردن که شر بپا کنن، دنبال این میگردن که مسلمان را آبرویش را ببرن. ولی اونهایی که مثل زنبور عسلن فقط از گل استفاده میکنن، از مثبت ها نه منفی ها. منفی ها را گذشت میکنن، منفی ها را توجیه میکنن، ولی بعضی ها مثل مگس عادت دارن. الله رب العزت و الجلال ما و شما را مثل مگس نگردانن، مثل زنبور عسل که همیشه از خوبی ها بگوییم، همیشه به سر خوبی ها بنشینیم، از خوبی ها استفاده بکنیم. پس این برادران در دلشان کینه پیدا شد، حسادتشان بیشتر شد، آمدن به کلشان جمع شدن پیش پدر. قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على یوسف و إنا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب و إنا له لحافظون. پیش پدر آمدن گفتن پدر چرا به ما اجازه نمیدی که برادرمان را یوسف را به همراه خود به صحرا ببریم؟ چرا به ما را امین نمیپنداری و برادر ما یوسف را در کنار ما قرار نمیدی که تا در صحرا برود با ما بازی کنه، ساعتش دیر شود، ما حفاظتش میکنیم، نگران نباش، هیچ اتفاق نمیافتد. 10 برادر قوی و نیرومند دارد یوسف، هیچ اتفاق نمیافتد. ما را رها بکن که یوسف را به همراه خود ببریم. ولی یعقوب گویا این که الله رب العزت و الجلال الهام کرده بود به قلبش، فرمود قال اینی لیحزننی ان تذهبوا به و اخاف ان یأکله الذئب
و انتم عنه غافلون. یعقوب گفت من از این میترسم که مبادا شما غافل شوین یوسف را گرگ بدرد، گرگ طعمه بکنه. ولی به هر صورت چون اصرار زیاده کردن برادران، یعقوب نبی گفت اگر این را اجازه ندهم شاید کینه برادران بیشتر شود، شاید ضربه محکمتر در آینده به یوسف بزنن. اما یعقوب نبی چون نبی بود ولی علم غیب نمیدانست، اون نمیدانست که در این سفر و در این اجازه من ضربه محکمتر میزند که تا هنوز قابل تصور و حسب من نیست. یوسف را رها کرد، گفتن ببرین یوسف برادر شماست، ببرین. یوسف حرکت کرد با برادران خودش، مثل یوسف باش. از این قصه حصه را برای تو میگویم عزیز من گفتم پیامها برای تو بیان میکنم تا امروز مثل یوسف بشوی. این قصه فقط فایدهش در جایی است که پیام برای ما داشته باشد و از اون پیام ما زندگی بسازیم. یوسف حرکت کرد تا چند مسیری که اینها میرفتن با یوسف خوش میخندیدن، خوش میگفتن. یوسف هم خیلی خوشحال شده بود که بار اول با صحرا به برادرانش میرود، بار اول به صحرا با برادرانش میرود. چه زیباست که در کنار برادر بروی، با هم یک جا بازی بکنین، ساعت تیری بکنین. طفل است یوسف. چند قدمی که بر میدارن چون از کنعان دورتر میشود، به صحرای گنگ کنعان میرسند. یک بار نگاه میکند یوسف که دیگر چشمان برادران تغییر کردن، حرکات برادران تغییر کردن. همونجا یوسف را به اون صحرای بی آب و خشک که پر از خار و خس و خاشاک است، یوسف را سر خاک ها میاندازند و یوسف را کشف میکنند. یوسف این حالت را میبیند، حیران میشود، چی بگوید و فقط لب خود را بسته کرده و سکوت میکند. یوسف میداند که گپ از گپ تیر شده. یوسف دانست که من بعداً برایتون میگم، یک وقت دیگر هم گفتم. یوسف وقت این حالت را میبیند به سمت هر برادر میرود که از اون کمک طلب بکند، جوابش لگدی هست که یوسف را میزنند. به سمت هر برادر که میرود با لگد یوسف را میزنند، به زمین میافتد. یوسف را کشان کشان میبرند تا اینکه نزدیک چاه یوسف میرسد. چاه کنعان مشهور است، هنوز هم اون چاه هست. به چاه کنعان نزدیکش میکنند، یوسف را آویزان میکنند در چاه، هنوز پایین چاه نینداختند. شاید در اون حالت یوسف تبسم زده باشد، شاید در اون حالت یوسف خنده کرده باشد و برادران پرسیده باشد که یوسف برای چی میخندی؟ الان دیگر انتظار مرگت را بکش. یوسف شاید این را گفته باشد که ای برادران، روز من فکر میکردم که شاید کسی به من چپ نگاه نکند، شاید کسی مرا به مسخره نگیرد، چون میداند مردم که من 10 برادر توانمند و قوی دارم یا 11 برادر قوی و نیرومند دارم، شاید کسی به من چپ نگاه نکند. اما امروز دانستم که بدترین دشمنان من برادران من هست. شاید این کلام را گفته باشند. بعد یوسف را انداختن داخل چاه. عزیز من، از اینجا دیگر لذت شروع میشه، از اینجا دیگر داستان خیلی رنگینتر و رنگینتر می شود. این جایی هست که وصال نیست، این جایی هست که جدایی های محبت به وجود آمده است. جوان، جدایی های محبت به وجود آمده است. بسیار جوانان از جدایی محبت می ترسند، بسیار جوانان از جدایی های محبت های مجازی خود را دار زدند، بسیار از جوانان از این که از محبوبه خود دور شدن آتش زدن خود را. زندگیشان به بدبختی گری خورده است، اصلا راه را گم کردن، خانه را برهم زدن، چون من از عشق و محبت جدا شدم. در حالی که یوسف در محبت واقعی پدرش قرار دارد، الان محبت به جدایی ها تبدیل شده. یوسف را می اندازند داخل چاه. یوسف می بیند که دیگر چاره ندارد و فقط یک ذات است که او را تنها نمی گذارد. با آواز بلند کی هست؟ یک ذات است عزیز من. اگر در سختترین حالت زندگی قرار گرفتی، اگر در تنگناترین حالت زندگی قرار گرفتی، اگر در تاریکی ترین حالات زندگی قرار گرفتی، همه تو را ترک کرد،
همه با تو پشت دست رد به سینه تو زدن، از هر دروازه محروم شدی، بدانی که یک دروازه باز است، او دروازه جانان هست. مرا عهد است با شادی که شادی آن من باشد، مرا قول است با جانان که جانان جان من باشد. الله وقت در زندگیت آمد تلخی ها در کامت شیرین می شود. وقت در زندگیت آمد تنهایی ها تبدیل به انس ها می شود. وقتی در زندگیت آمد رنج ها سفر می کند، رنج ها می روند، فقط قلبت خوشحال می شود. یوسف داخل چاه شروع می کند به عبادت همون خالق یکتا، چون بهترین دوستان زندگیش، بهترین کسانی که امید داشت که برادرانش بودن، به این جفا کرد، سنگدلی کردن. یوسف میداند که فقط یک ذات است مرا دوست داره. اونجا راز نیاز در داخل چاه و اینها چیکار میکنن؟ برمیگردن لباس یوسف را از تنش کشیدن، اون را با خون یک گوسفند که قربانی دسیسه برادران سنگدل یوسف شده است اون را آلوده میکنن، میروند به سمت پدرشان. به سمت پدرشان میروند، گریه کنان به سمت پدرشان میروند. بسیار گریه ها عزیز من حقیقت ندارد. بسیار گریه ها صدها دروغ را میخواهد پنهان بکند. از گریه ها همهش به این معنا نیست. زن آمد به پیش حضرت شریح، قاضی شریح رحمت الله علیه، گریه میکرد، گفت شوهرم به من خیلی ظلم کرده، خیلی زیاد گریه کرد. شعبی رحمت الله علیه میگه من اونجا حضور داشتم، به قاضی شریح گفتم که این مردی که این اندازه ظلم کرده به این زن، احضارش کن، به زندانش بیانداز. قاضی شریح لبخند زد، به طرف من نگاه کرد، گفت ای شعبی، این گریه زنان بعضیشان مثل گریه برادران یوسف است. بعضی این گریه ها مثل گریه برادران یوسف است. خودشان دسیسه چیدن، خودشان یوسف را داخل چاه انداختن، خودشان به یوسف ستم کردن و جفا کردن. الان آمدن خود را جا زدن، به عنوان یک برادر مهربان و دلسوز گریه کنان آمدن به سمت پدر. پدر جان یوسف را گرگ خورد. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. پدر جان ما رفتیم با هم بازی میکردیم، یوسف را پیش متاع خود گذاشته بودیم، پیش لباسهای خود گذاشته بودیم، آمدیم که یوسف را گرگ دریدن، شاید تو ما را تصدیق هم نکنی. این دسیسه را چیدن. مثل یوسف باش. از این داستان حسش چیست عزیز من؟ اگر از یوسف از داخل چاهش بیرون میکردن و از یوسف میپرسیدن که ای یوسف، این برادران این اندازه جفا کردن، این اندازه سنگدلی کردن، تصمیم تو، مشوره تو، حکم تو، قضاوت تو در حق برادران چی هست؟ با برادران تو ما چی کار بکنیم؟ فقط یوسف یک جمله از زبانش بیرون میشد. اگر این رو میپرسیدن میگفت همهشان رو بخشیدن. جوان درست خون من و تو گرم است، جوان درست من و تو غرور داریم، جوان درست من و تو توانمندیم، جوان درست که من و تو هر کار کرده میتوانیم، ولی مثل یوسف باش، کینه در این دل پرورش نده، انتقام به این دل پرورش نده. چرا؟ وقت صفت اهل جنت را الله در قرآن بیان میکند، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. بندگانی که اهل جنتن، اونهایی که اهل جنتن و صفت اهل جنت در وجودشان هست، اونها کسانی هستند که خشم خود را فرو میبرند. امروز ما خشم خود را در برابر مادر خود فرو نمیبریم. چقدر شده مادر خود را سخن بد و زشت گفتیم،
چقدر وقت شده پدره که خیلی من و تو را دوست دارد ما با زشتی با پدر برخورد کردیم. عزیز من مثل یوسف باش. تو نگو که یوسف کسی بود که ستاره ها آفتاب و مهتاب به اون سجده کرده بود، به تو از اونها بهتر سجده کرده ولی ندانستی. عزیز من فرشتگان خدا، فرشتگانی که معصوم و پاکن، گناه نکردن، تو نشونیدی که در برابر من و تو که آدم از سجده کرده است؟ تو میتوانی از این روز شروع بکنی، پاک بشوی، مثل یوسف بشوی. کینه در دل کسی که ندارد، بخشش کسی که شیوهیش هست، بخشش را کسی که نصب العین خود قرار داده، اون بداند که یک صفت پیامبر از پیامبران الهی در وجودش هست. یک بار بگوین الله اکبر. یوسف حب انتقام ندارد. یوسف حب انتقام ندارد. عزیز من، یوسف را داخل چاه انداختن، اما وقت خدا بخواهد بنده را نجات بدهد، وقت خدا بخواهد به کس عزت بدهد، وقت خدا بخواهد کسی را عزیز بگرداند، وقت الله بخواهد از کس دفاع بکند و حمایتش بکند. این را بدانی عزیز من، اگر در چاهی امروز ای جوان، من به تو میگویم، اگر در چاهی، اگر در غمها فرو رفتی، اگر در چای بدبختی ها قرار گرفتی، اگر آرزوهای دفن شد، اگر خیلی خواسته ها داشتی ولی الان برآورده نشده، داخل چاه هستی، نگران نباش. شب هر چقدر دراز شود سحر دارد، شب هر چقدر دراز شود صبح دارد. نگران نباش. کاروانی که یوسف را از داخل چاه بیرون میکند، اون در حقیقت دست خدا بود. عزیز من این را بدانی، الله زنده هست و دست تو را از عمق بدبختی ها میگیرد و تو را میکشاند. نگران نشو. نگو که من شکست خوردم، نگو که الان در قهقرا حرکت کردم، نگو که راه را گم کردم، نگو که به خواسته های خود نرسیدم، نگو که ریش من سفید شده، وقت گذشت. نه، وقت است، وقت است. عزیز میشوی. عزیز من نگران نشو. فقط اقدام بکن، فقط تصمیم بگیر، فقط حرکت بکن، فقط توکل به کی بکن؟ به الله. امشب یوسف داخل چاه، یعقوب هم در چای غمها. اون طرف این عاشق و معشوق میسوزند. یعقوب هم در چای غمها، یوسف هم داخل چاه. در این تاریکی شب یوسف خردسال میداند که خدای دارد. یوسف میداند و امید دارد که کسی است که دل یوسف را آرام میکند، کسی است که مونس یوسف داخل چاه است. عزیز من، اگر در خانه تنهایی قرار گرفتی، اگر در تاریکه های زندگی قرار گرفتی، اگر زن تو را از خانه بیرون کن، اگر فرزند با تو برید، اگر به خواسته هایت نرسیدی، اگر هر جا رفتی دستت به سینه زد، پیشتر هم گفتم، در خانه تاریک قرار گرفتی، به الله بگو پروردگارا، هر که مرا از هر جایی که میرانن تو مرا نمیرانی. من مطمئنم تو مرا نمیرانی، تو مرا دوست داری، تو مرا ترک نمی کنی. هر چقدر آلوده باشم، طلای آلوده را تو شستشو میدهی. خیلی آلوده ها بودن که الله شستشویشان داد. نگو خیلی زیاد گناه کردیم. حضرت داوود نبی را میگه پروردگار که ای داوود، به بندگان صالح من بگو، به بندگان صالح من بگو با عبادتی که میکنین غرور نکنین. به بندگان صالح من بگو با عبادتی که میکنین غرور نکنین، که من از بندگان متکبر و مغرور خوش من نمی آید. به بندگان خطاکار و گناهگار من بگو نگران نشین، هر چقدر گناهتان بزرگ است از خدایتان بزرگتر نیست. از اللهتان بزرگتر نیست. هر گناهی کردین از الله بزرگتر نیست. هر چقدر گناهی عظیمی داری از رحمت الله بزرگتر نیست. خدا کاروان را میفرستد برای بندگانی که خدا دوست دارد. چه نقشه هایی میکشد، چه ناممکن ها را ممکن میکند. تو فکر نکن من کسی هستم که خدا برای من کار میکند. بله عزیز من، اگر خدا بخواد برای تو این دنیا را هم نابود میگرداند. وقتی تو عزیز شدی، وقتی تو گرامی شدی، وقتی تو با قدر شدی، وقتی تو با ارزش شدی، نگران نشو. پیش خدا خیلی با قدر میشه. ناممکن ها ممکن میشود.
کاروان می آید. این کاروان از کجا شد؟ این کاروان رو کی فرستاد؟ الله. آمدن نزدیک این چاه، کسی را روان کردن که برو از چاه آب بیاور. وقتی آمد اون غلام میخواست از داخل چاه آب بکشه، دید که این دلوی که میکشد سنگین شده، وزین شده، ولی دلو را میکشید بالا. یوسف دیگر مژدهایی که داشت قرار بود میدید یوسف امیدهایی که پیش چشمان یوسف برقق میزد و خدا به دل یوسف الهام میکرد. بعد یوسف بلند شد. وقتی از این چاه بلند شدن دو قلب خیلی خوشحال شد. یکی قلب غلام که در را از چاه بیرون کرده است. یوسف که مثل آفتاب می درخشد. نگو هر دلوی که اندوختی شاید خشک و خالی برآید. عزیز من، نگو هر دلوی که اندوختی شاید همیشه مثل همیشه همون قوقه آب است، همون دلو آب است. نه، گاهی وقت با این دلوهایی که تو میریزی گوهرها بیرون می شود. این دو قلب خوشحال شد. یک قلب این غلام که فرشته را بیرون کرده است، جمالش مثل آفتاب می درخشد، و دیگر قلب یوسف که می بیند نور آفتاب را بار دیگر. وقتی یوسف را از چاه بیرون کرد سراسیمه فریاد می زند این غلام که من فرشته را آوردم بیرون، من غلام زیبایی را، بچه زیبایی را که مثل خورشید می درخشد از چاه بیرون کردیم. اما این برادران کینه‌توز، این برادران سنگدل در همین گفت و شنود هستند که آواز برادران را یوسف می شنود. باز قلب یوسف به تپش شروع می کند که باز چه می شود. اینها آمدن، برادران سراسیمه دویده آمدن به این کاروان، گفتن که این غلام گوریسپاس از خانه ما گریخت کرده. این غلام گوریسپای هست، از خانه ما فرار کرده. این دیگر به درد ما نمیخوره، ما این را میفروشیم. چه عجب است زمان بشود که برادرت تو را بفروشد. چقدر سخت است. یوسفی که تمام شبها در آغوش گرم یعقوب نبی میخوابید، در آغوش پرمهر پدر میخوابید، امشب در تاریکی شب در داخل چاه، در جایی که مرطوب و سرد و خنک است شب خوابیده است. ولی باز هم این کسانی که سنگدل هستند و جفا کردن، من گفتم که اگر شیطان گناه را برای تو زینت داد، باز از خوبی ها خوشت نمی آید، باز خوبی ها به تو معنایی ندارد، نیکی ها را زیبا نمیبینی. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، آیا زینت داده نشده بدترین عملشان را اونها را زیبا میبینن؟ گاهی میبینی یگام عزیز، یگام جوانی که از مسیر حق منحرف میشود، آلوده به گناه میشود، آنقدر پیشتر و پیشتر میرود که این طرف نگاه میکند تاریکی، اون طرف نگاه میکند تاریکی، اون طرف نگاه میکند تاریکی، جز تاریکی چیز دیگر را نمیبیند. وقتی از پیشش برش بگی چراغ است، بهشت است، باغ است، بوستان است، رضای الله سر تو تمسخر میکنه. شما نمیبینید که خیلی مردم سر علما تمسخر میکنن؟ ندیدید؟ عزیز من، اینها کسایی هستند که رفتن دیگر چقر رفتن به معصیت، هر طرف خود را تاریکی میبینن. ولی تو بدانی اگر امید به الله داشتی، در این تاریکی ها دست میآید و دست تو را میگیرد. گفتن این غلامی است که از پیش ما فرار کرده، این ارزش ندارد، ما این را میفروشیم به بهای اندک. امام بغوی میگه به 18 درهم یا 20 درهم یوسف را فروختن. به 18 درهم و 20 درهم یوسف را فروختن. یوسف هم لب به